این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش بر مدار باد، چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد، تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبی الله علیه الصلاة والسلام بیان فرمودند که قوم بنی اسرائیل به 72 فرقه تقسیم شده، ولیکن امت ما از آنها پیش دستی میکنه و به 73 فرقه تقسیم میشه و میفرماید که همگی اینها در آتشند به اعتبار عقاید گمراهی که دارند، عقاید غلطی که حامل او عقاید میشند، مگر یک فرقه. اصحاب مبارک پرسیدند که او فرقه که ناجیه می باشه و از آتش جهنم رهایی داده می باشه به اعتبار عقیده و دارای عقیده سالم می باشه، کدام فرقه؟ می فرماید که ما انا علیه و اصحابی، او تو فرقه که ما و اصحاب ما، او تو عقیده که ما و اصحاب ما، او تو نظریه که ما و اصحاب ما بر او نظریه و بر او عقیده می باشه، هر کسی که، هر گروهی که او نظریه و او عقیده سنت، یعنی سنت پیغمبر خدا علیه السلام و جماعت صحابه، ما انا علیه و اصحابی، چی کسانی که سنت مرا و جماعت اصحاب مرا پیروی بکنه، همون فرقه ناجیه. تا پیش از بروز فتنه بر علیه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه، که برخی از اشخاص جاهل و غافل فریب برخی از یهودی های صنعاء یمن خورده بودند و خانه حضرت عثمان غنی را محاصره کردند، تا پیش از او همگی افراد و همگی اشخاص دارای عقیده صحیحه و سالمه بودند. نهایتاً یک فرق در مابین حضرت علی و در مابین حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنهما به نظر خودشان بود که کدام یکی افضل، کدام یکی را بیشتر توقیر و تعظیم بکنیم. با ای که هر دو می باشه ختن و داماد پیغمبر علیه السلام، کدام یکی برتری داره؟ بعضی حضرت علی را ترجیح می دادن که داماد پیغمبر هم هست و به ترتیب بچه کاکای پیغمبر خدا علیه السلام هم هست و رئیس الاولیاء می باشه حضرت علی کرم الله وجهه، و بعض حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه را
به این اعتبار که خیلی جانفدایی ها در حق اسلام کردند و خیلی از خود ثروت خود را در راه دین، در راه جهاد و مبارزه بر علیه کفر مصرف کردند. فقط همه قدر. اما زمانی که فتنه سبائیت به میان آمد و گروه های از یهودی ها، اشخاص خیلی زیرک به اصطلاح و سیاستدان از یهودی ها مغز بعض را ربودند و شستند و او را به خود گروانیدند، به این جواز برخی از فتنه ها شروع میشه که عقاید را به خورد امت اسلامی میکنه و احادیث را دروغین به افکار امت جای میده به نام احادیث پیغمبر علیه السلام یا احادیث اهل بیت پیغمبر خدا علیه السلام. از همونجی دیگه باز فرقه ها شروع میشه که فرقه سبائیت اولین فرقه که تیشه به ریشه اسلام میزنه به نام اسلام و محب اهل بیت پیغمبر خدا علیه السلام. تمام اصحاب مبارک معاذ الله منسوب به کفر میکنه و با آنها توهین میکنه و آنچنان این عصابه و این گروه سفید و گروه بی لکه و بی داغ را لکه دار میکنن به پیش مردم که میگی البته اینا همیش این چاریار کبار در نزاع بودن، همیش لشکرکشی بر علیه یکدیگر داشتن، شبها اینا به فکر توطئه بر دیگر بودن. به خورد مردم همینطور میگن تا جایی که حضرت علی کرم الله وجهه بعد از این که خوب متوجه میشه میفرماید که لعنهم الله ای عصابت بیضاء سودوها. عجیب جماعت پاک را اینها روسیاه و دگرگون جلوه دادن به پیش مردم و ظالم جلوه دادن به پیش مردم که بعضی گمان میکنند که البته ظلم بعد از پیغمبر خدا علیه السلام بر اهل بیت شروع شده معاذ الله. بعد از او فرقه دیگری به نام خوارج در زمان حضرت علی کرم الله وجهه که جزء لشکر علی بودند رضی الله عنه و در موضوع بغاوت بر علیه حضرت عثمان شریک بودند، خود را جانفدای حضرت علی معرفی میکردند، ولیکن هنگامی که پله را دگرگون دیدند به نام از عنوانها این الحکم الا لله، حکم فقط از آن خدای، حکمیت فقط خداوند تبارک و تعالی داره، اوی حاکم. پس اگر کسی دیگه از بنده ها به نام حکم معرفی باشه به خاطر دفع جار و جنجال در میان مسلمان ها، او کافره، زیرا او به خلاف نص قرآن عظیم و شانه که به گفته او و به فهم او چنین میباشه انجام داده. پس به این خاطر معاذ الله حضرت علی را هم تکفیر میکردن، حضرت معاویه امیر المؤمنین، حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه، حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه و او صحابه هایی که به این دو طرف بودن همگی را به تیغ کفر سر بریدن که این هم کافر، او هم کافر، او هم کافر و تنها ما میباشه. که این گروه را خوارج نامیدن، به خلاف حضرت علی بغاوت کردند، خارج شدند از گروه حضرت علی کرم الله وجهه، از گروه حضرت معاویه خب بالکل خارج بودند و یک گروه سوم تشکیل دادن، لا اله الا و لا اله الا،
نه از او پشتیبانی میکردند و نه از او. این خوارج و سبعیت تا ای که در زمان خلفای عباسی بعض دیگه فرقه ها پیدا شد که اینها قائلن بی که هرچه عقل بگه مدار اعتبار. یعنی اگر آیه و حدیث عقل با او در تعارض باشه، به گفته اینها و به نظر اینها عقل کاسد یک نفر، عقل فاسد یک نفر اگر بیاید تعارض بکنه با قرآن، عقل معتبرتر است در نزد گروه. با حدیث صحیح تعارض بکنه، عقل معتبرتر است. پس چیزی را که عقل بگه خوب همو مدار اعتبار، عقل بگه زشت او بی اعتبار، اگرچه که شریعت برخلافی بگه. این گروه عقل پرست معتزلی ها می باشه که امروزه هم دامن بعضی از برادرهای جوان گرفته و او را تقریبا رفته رفته به منجلاب سکولاریت میرسانه. عقل گرایی را ترجیح میدن بر دین مداری. لو کان الدین بالرأی، حضرت علی کرم الله وجهه میفرماید اگر دین تنها به عقل کاسد و فاسد یک نفر برقرار میماند و عقل هرچه دستور میداد همومی بود، لکان باطن الخف اولا بالمسح من ظاهره، زیر و تلی موزه به مسح کردن بهتر و اولاتر و شایسته تر می بود تا به پشت موزه. حالان که شریعت میفرماید که بر پشت موزه مسح بکن هنگامی که موزه با پا داری. خیلی از چیزهایی که عقل درک کرده نمیتونه، پیشتر در درس‌های اولیه بیان کرده بودیم که هر چیزی و هر حاسه و هر مدرکه از خود یک میزان داره، محدوده داره. چشم یک محدوده داره به خاطر ادراک، گوش یک محدوده داره به خاطر ادراک، ذائقه و لامسه و بویایی یک محدوده داره به خاطر ادراک. همونطوری که حواس ظاهره محدوده داره، حواس باطنی هم از اون جمله مدرکه عقل هم حیطه داره. درست فراتر از حاسه ظاهری کار میکنه، لیکن باز هم محدوده داره. انسان خود او فانی، قوتهای او فانی، خود او محدود، قوتهای او محدود. پس عقل انسان هم محدوده. کی میشه که برسه به حکمتهای خالق عالم؟ کی میتونه که رسیدگی بکنه؟ ولیکن بعض افراد و بعض گروه ها خود را حاکم میدانن، عقل خود را حاکم میدانن، برخلاف بعض دیگه برکل عقل را هیچ مدار اعتبار نمیدانن. گویایی که یعنی دین با عقل و عقلانیت منافات داشته باشه. نه، هر حکم شرعی با عقول سالم و صحیح و اندیشمندی حقیقت بینی و موشکافی واقعی در یک جانب می باشه و متحد می باشه. عقلهای کاسد و غلط کوشش میکنه که یک زیغ و یک کجی در دین به وجود بیاره، ولیکن با عقول سالم و صحیح هیچ حکم شرعی در تضاد نمی باشه. لحاظا گاهی اوقات ذات مشخصه تا هنگامی که یک مزاحم به او پیش نشه همینطور بر حالت خود روانه، اسم از برای او مشخص نمیکنن. لیکن هرگاهی که گروه دیگر آمد و خواست که با او مقابله بکنه و در مقابل او استاد شد، اینجا اهل حق و گروه حق نام او مشخص میشه. بچه
هنگامی که به دنیا میآید سنت همیه که روز هفتم نام او را بگذارن. بچه همو هست، نوزاد همو هست، اگر دختر یا پسر نام او را بعدن میگذارن. هنگامی که یک کسیدگی فرزند ناخلف به وجود آورد و نوزاد ناخلفی که بعدا ناخلف میشه به وجود آمد، به اونجی نام این نوزاد میگذارن اهل السنت والجماعه، گروهی که به طبق سنت پیغمبر خدا علیه السلام و به طبق اجماع صحابه پیغمبر و فرمایشات صحابه پیغمبر پیش میره. ولیکن هر کسی میخواه که از نقاب اهل سنت والجماعت پیش برده، گروه حق لباس او را به قبو پوشانه، لباس اهل علم بپوشه و با نقاب اهل علم طمعها و آزهای خودخور به دست بیاره، لباس تصوف بپوشه تا ای که مردمی که دین دوست و شریعت مدار می باشند او را بچاپه. هیچ وقت حتی شیطان هم از دروازه شیطنت و از دروازه عداوت پیش نمیاد، بلکه از دروازه دوستی پیش میاد. همین نفس اماره به سوی ما و شما از دروازه دوستی پیش میاد، کم 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 تا ای که از فضائل او را دور بکنه. برو سنت انجام میدی پروا نداره، لیکن همین نفل و چیزا را نخوان. این را که به سر از او تثبیت کرد نخواندن، باز میره به طبق سنت، بر سنت باز ایراد گذاری میکنه. این واجب خونیه که این قدر او را مستحکم میگیری و فلان، تا ای که باز او را به سر او ترک میکنه. یعنی از راه دوستی و مشوره های دوستانه پیش میره. پس به خاطری که خوب همینطور توجه کامل باشه به این که نظریه اهل سنت والجماعت چیه و روی چی اهداف میچرخه، حضرات علما رحمهم الله بیان کردن که از لحاظ عقیده‌ای اهل سنت والجماعت رحمهم الله به دو گروه می باشه، هر دو اهل سنت والجماعت، لیکن همینطور مسائل جزئی تره با هم دیگر یک اختلاف داره. بسر مسائل کلی بالکل اختلاف نیست، لیکن مسائل تحقیقاتی می باشه بسر او یک اختلافات جزئی دارن که یک گروه از اهل سنت والجماعت به اعتبار عقیده ماتوریدی ها گفته میشن و گروه دیگه اشعری ها گفته میشن. ماتوریدیه که ما و شما هستیم، ایران، افغانستان، پاکستان، هندوستان و تاجیکستان و دیگه این کشورها اکثرا ماتوریدی می باشن، سوریه ماتوریدی می باشه و در هر کشورهای دیگه این کشورها بیشتر ماتوریدی هن و در کشورهای دیگه باز کمترند ماتوریدی ها. یعنی کسانی که تابع ابو منصور ماتوریدی می باشند و گفته او را در باب عقاید ترجیح میدن و گروه دیگه که در بعضی از کشورها مثل امارات، مثل عربستان و به همین ترتیب یمن، بغداد، مصر، این کشورهای عربیه اکثرا دیگه باز در عقاید اشعری می باشن، یعنی تابع حضرت ابوالحسن اشعری رحمه الله. هر کدوم از اینها پایه دین می باشه، ستون مستحکم دین در برابر الحاد، در مقابله با سبائیت، اعتزال و چیز فرقه های گمراه دیگه که به وجود آمده بود و از این به بعد هم می آید. جناب حضرت ابوالحسن اشعری رحمه الله، نام ایشان علی بن اسماعیل می باشه که چهارم پدر ایشان، یعنی چهارم پشت ایشان حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه.
به خاطر اشعری گفته میشه، زیرا میرسه به ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه، چهارم پشت پدری میرسه به حضرت ابو موسی اشعری، علی ابن اسماعیل. ایشان به سال 330 هجری، به سال 260 هجری قمری تولد میشد و به سال 333 یا 330 اینها وفات میشن. یعنی مجموعاً 75 سال عمر مبارک ایشان. در اول ایشان شاگرد یک شخص معتزلیه، ابو علی جبایی، شاگرد اویه، سالها به نزد او درس میکنه و عقاید معتزلی را پیش میبره، برخلاف اهل سنت والجماعت اقدام میکنه. لیکن عقیده ماتوریدی ها چیه؟ ایه که گاهی اوقات شقاوت به سعادت تبدیل میشه. در اول شخص شقیه، لیکن بعداً کتاب الله بر او ازل چیزی که نوشته شده در حق او غلبه میکنه، او را پس سعید و نیکبخت میکنه. ایشان هم سالهای سال بر علیه اهل سنت والجماعت مبارزه کرده. در یک ماه از ماه‌های مبارک رمضان و دهه اول پیغمبر خدا علیه السلام در خواب میبینه که انصر المذاهب التي رویت عنی فانها حق، مذاهب و رویه را که حق میباشه و از ما روایت شده و یادگار مانده، او را تو نصرت بده، او حق. خب خواب دیگه، گاهی اوقات خواب میتونه که دگرگون باشه، خیال خور نمیاره، توجه نمیکنه، تا ای که به دهه دوم عین همین خواب میبینه، انصر المذاهب التي رویت عنی فانها حق. نواسه ابو موسی اشعری باشه و براه باطل بالکل خداوند دوست نداره. به دهه سوم به شبهای قدر باز ای خواب میبینه. این دفعه دیگه باز به روز 27م به سر منبر بصره میره که تا به حال ما بر گمراهی بودم و طبق خود استاد خود ابو علی جبایی حرکت میکردم، از ای به بعد ما به عقیده اهل سنت والجماعت میباشم. او کسی که داخل باشه در عمق یک چیز و باز بعدا از او بیرون بشه، به اصل حقیقت همون چیز خوب واقف میباشه، لحاظا به محض اعتزال واقف میباشه. اینا چی میگن؟ این گفته از کجا نشأت میگیره؟ اصول موضوعه و مسلمه ای گروه چی میباشه؟ در سن 40 سالگی شروع میکنن دیگه به نوشتن کتابهای متعدده بر علیه اعتزال، بر علیه فلان، بر علیه گروه های غلط و به مناظره های مختلف شرکت میکنند و بسیاری از او کسایی که گمراه شده بودند با عقیده اعتزالی در حقیقت عقل پرستی، اونا را به طرف دین، به طرف عقیده اهل سنت والجماعت پس جذب میکنن. هرچی که به طرف ماوراء النهر، او خوب کشورهای عربیه، به عراق میباشن، به این کشورهای عجم به طرف ماوراء النهر، شخص دیگر در سال 200 تقریباً 28 یا 238 هجری قمری پا به تولد و به این دنیا میگذاره، تولد میشه و به سال 333 یعنی 1-2 سال پستر از جناب حضرت ابوالحسن اشعری وفات میکنه.
عمر این شخص بیشتر از 95 سال خداوند تبارک و تعالی به این شخص عمر داده، به نام ابو منصور ماتوریدی، امام اهل سنت والجماعه، رئیس المتکلمین، عمدة المتکلمین. این لقب امام المتکلمین لقب ابو منصور ماتوریدیه. محمد ابن محمود، محمد فرزند محمود، یعنی محمد نواسه محمود، در یک قریه به نام محله از قریه های سمرقند بخارا چشم به دنیا میگشاید و بعداً عروج میکنه و صبح صادق میشه، طلوع خورشید و نهار بیضاء میشه به اعتبار عقاید. و این شخص آنچنان مهارت داره در باب اصول اسلامی که کس همتراز او شده نمیتونه. لحاظا خیلی در این قسمت از خود قاره ها باز جناب حضرت ابو منصور ماتوریدی، محمد ابن محمد رحمه الله، با نوشتن تفسیر، با نوشتن شروع حدیث، با نوشتن مباحث کلامی عروج میگیره و خیلی متبعین پیدا میکنه و هر دو گویی که مجدد باشن. لازم نیه که مجدد در هر عصر و زمان یکی باشه، نه، یکی در یک جا مجدد دینیه، یکی دیگری در دیگه جا مجدد دین باشه. و گفتیم که خیلی همینطور فرقهای و مسائل جزئی با هم دیگر اختلاف داره. طور مثال عقل حیثیت او چگونه؟ ابو منصور ماتوریدی رحمه الله میفرماید که عقل یک چراغیه که خداوند تبارک و تعالی به انسان عطا کرده که در پرتو او چراغ یک چیزهای میبینه، لیکن تابکه چراغ هم خب پلته داره، چراغ هم خب یک تیل داره و تیلخاک خلاص شدنیه. اگر میخوایی که این را همیش داشته باشی، رونق بیشتره، صفای بیشتره و جلای بیشتره بگیره، او را باید در معرض تابش خورشید شریعت قرار بده. عقل به ذات خود معتبر، لیکن تا هنگامی که در پرتو شریعت باشه. این عقل رشد میکنه. این عقل که هست میتونه که خیلی ماورای طبیعت هم حتی ببینه، یا به کشف و کرامت حضرات صوفیین کرام رحمهم الله، یا به نبوت حضرات انبیا علیهم السلام. ولیکن جناب حضرت امام ابوالحسن اشعری غرق در شریعت، ما بالکل هیچیم، چیزی که شریعت بگه ما چکاره در برابر شریعت. پس عقل یارای این نیست، او را توان این نیه که موشکافی بکنه. تو را به موشکافی چیکار؟ بنده خدای امت پیغمبر علیه السلامی، اون چیزی که خدا و پیغمبر میگه همون را عملی بکن. حالا به عقل تو جور در میایه ای که نمیاد. چرا خیلی اوقات عقل پیشتر در درس‌های سابقه گفتیم که مغلوب وهم، مغلوب شهوت قرار میگیره. خیلی عقل‌های بودن که و هستن که مغلوب شهوت و مغلوب حرص و آز و طمع قرار گرفتن. یا کفر، عقل جایز میدانه که خدا او را ببخشه یا نه. ابو منصور ماتوریدی میفرماید که عقل هم جایز نمیدانه که کفران پروردگار بخشیده بشه. کفر از کل الوجوه مردود میباشه. شریعت هم او را مردود میدانه و عقل هم او را مردود میدانه. اما ابو منصور جناب حضرت ابوالحسن اشعری رحمه الله میفرماید شریعت خسر جاقو که ان الله لا یغفر ان یشرک به، ولیکن عقل جایز میدانه در مقابل رحمت پروردگار هیچ چیز نمیتونه که استاد باشه. عقلا جایزه، اما ای که شریعت میفرماید او جدا مسئله ده.
و عقل آیا میتونه که راهنمای از برای شخص باشه به خاطری که حسن و قبح درک بکنه، او را به طرف توحید جلب بکنه یا نه؟ ابو منصور ماتوریدی رحمه الله میفرماید تا پیش از شریعت عقل راهنمای، کان الناس امة واحدة، عقل راهنمای، شریعت نبود، فطرت الرسول بود. بعد از حضرت عیسی روح الله علیه السلام دیگه پیغمبر نبود تا ای که محمد امین علیه السلام از کوههای فاران و مکه مکرمه تشریف فرما میشه و خدا اونا را مبعوث میکنه. ولیکن خب همین در طول همین زمان فطرت الرسول خداوند تبارک و تعالی معبودیت او، خداوند تبارک و تعالی به وحدانیت دانسته شدن، این عقل او را باعث میکنه. لحاظا اگر کس عاقل باشه در طول فطرت الرسول او فقط بگه لا اله الا الله، امیره بگه بس، بجز خداوند تبارک و تعالی دیگه معبود نمی باشه، او میره به جنت. پس موحد در زمان فطرت الرسول او جنتیه. هرچه که جناب حضرت ابوالحسن اشعری رحمه الله میفرماید که عقل کارگر نیه، یعنی چنین نیه که اگر کس کفر بکنه در زمان فطرت الرسول، در زمان نبود پیغمبر در مابین حضرت عیسی و حضرت محمد مصطفی علیه السلام، او نتانه به جنت بره. چرا؟ به خاطری که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا هنگامی که پیغمبر نفرستیم ما کسی را عذاب نمیکنیم. بعد از پیغمبر مکلفیت ها میاد و در بخشی از مسائل دیگه، یعنی تکوین، این صفت قدیم پروردگاره، صفت ذاتی پروردگاره یا صفت فعلی پروردگار. خداوند تبارک و تعالی اراده خو میکنه، مشیت میکنه به ای که از همین شخص فاسق یک گناه سر بزنه. آیا راضی هست به صدور گناه از همین بنده؟ ابو منصور ماتوریدی میفرماید اراده جداه و مشیت، ولیکن رضا گاهی با اراده و مشیت جمع میشه، گاهی جمع نمیشه. مثل که در مورد ما و شما میدونه، گاهی اوقات به یک چیز راضی هستیم، اختیار و اراده هم هست، گاهی اوقات با اراده یک کار انجام میدیم لیکن رضایت نیه. امام ابوالحسن اشعری میفرماید هر چیزی که خدا اراده بکنه به او رضایت هم داره، لیکن رضایت چگونه؟ رضایت ظاهری، رضایت حقیقی نمی باشه. از این قبیل بعض مسائل اختلافی در مابین جناب حضرت ابو منصور ماتوریدی و ابوالحسن اشعری می باشه که این سبب فصل و جدایی و گروهگرایی نمیشه. همگی می باشن اهل السنت والجماعت، کسی که به طبق سنت پیغمبر خدا علیه السلام باشه، کسی که به صحابه مبارک پیغمبر خدا علیه السلام اعتماد کامل داشته باشه و آنها را مبلغین دین بدانه و اجماع آنها را، هر کدام آنها را توقیر و تعظیم بکنه، او میباشه اهل سنت و الجماعه. هر کس که میخواه باشه، اگر اشعریه و اگر ماتوریدیه. و همگی اینها حضرت ابن عباس سید المفسرین رضی الله تعالی عنه و عنهما چند چیز میفرماید که علامت اهل سنت و الجماعت بیان میکنه. یک، تفضیل الشیخین، ابو بکر و عمر سردار امت میباشه بعد از پیغمبر خدا علیه السلام، احب العباد الی الله میباشه، بر عباد، بلکه سردار تمام صحابه دیگه رضی الله عنهم اجمعین. این به مغز و به قلب یک سنی
ای جای داره. نام ابوبکر و نام عمر جای داره در این قلب، جای داره که کندکاری شده در این قلب. کسی که با عمر دشنام بده، کسی که با ابوبکر دشنام بده، او سنی را طاقت نمیگیره. پس تفضیل الشیخین بر تمام صحابه دیگه ابوبکر و عمر برتری داره. پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید پس کسی که صحابیت ابوبکر انکار بکنه، کسی که با ابوبکر صدیق دشنام بده، کسی که با عمر فاروق دشنام بده یا به نظر دیگر با عمر فاروق و ابوبکر صدیق نظر بکنه، او از جمله مسلمین کی شده میتونه چی برسه؟ از جمله یکی اهل سنت و الجماعه. ولیکن در مابین این دو مبارک افضلیت ابوبکر صدیق اجماعی و قطعی می باشه. افضل البشر بعد الانبیاء، برترین بشر بعد از انبیاء ابوبکر صدیق رضی الله عنه و قطعیه، اجماع اهل سنت و الجماعت. و در مرتبه دوم عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه عادل. از جمله عقیده اهل سنت و الجماعت توقیر الختنین، دو داماد مبارک پیغمبر خدا علیه السلام را احترام کردن، عزت او را بجا کردن. بگی عثمان رضی الله تعالی عنه جامع القرآن چی خدمت کرده به امت مسلمه، از افتراق، از دربدری، از تباهی و از ای که بیا با همدیگر بجنگ بر اختلاف قرائات قرآنی امت نجات داده. نگذاشته که مثل نصرانی ها 4 گروه بشن و 5 گروه بشن، یکی انجیل لوقا و دیگری متی و دیگری برنابا و دیگری انجیل یوحنا رو بگیرن. نه، قرآن یک قرآن باید باشه. پس او قرائت های دیگه که به خاطر سهولت مدار اعتبار قرار گرفته بود و عارضی، او نمی باشه. فقط او چیزی که به زبان قریشه همو مدار اعتبار، همو نوشته بشه و صحیفه برداری بشه. اما کسی که عثمان غنی را توهین بکنه، خلافت و ملوکیت نوشته بکنه که عثمان غنی رضی الله عنه خانواده خود را پیش کرد، قوم خود را پیش کرد و مقصود او ملوکیت و پادشاهی بود، او را بکشه از سنت پیغمبر خدا علیه السلام به آز و حرص و طمع چوکی و پادشاهی، این یک ظلم بسیار عظیمه در حق صحابه مبارک روا داشته. به مردم چنین اندیشه میده که صحابه جاه پرست بودن، صحابه مال پرست بودن، صحابه صاحبان آز و چوکی و قدرت بودن و او اگرچه که مودودی باشه و خود را اهل سنت بدانه، لیکن هیچ وقت اهل سنت او شمرده نمیشه. چرا؟ اهل سنت باشه و به عثمان غنی توهین بکنه، به کسی که 2 دختر مبارک پیغمبر خدا علیه السلام یکی بعد از دیگری در نکاح ایشان آمده. اگر عثمان جایگاه نمی داشت، دختر دوم را که پیغمبر به او عطا میکرد؟ اگر عثمان جایگاه نمی داشت به پیش پیغمبر علیه السلام، میفرمود که اگر دختر سوم هم می داشتم به عثمان غنی رضی الله عنه میدادم. از این چگونه میشه که دنبال قدرت و چوکی و جاه و منصب و آز مال و دگه بگرده؟ پس در حقیقت این فرقه مودودیت این همدست با سبعیت می باشه، در این که صحابه مبارک کسر شأن بکنه، او را مورد انتقاد قرار بده. هیچ کس میگه که از انتقاد خالی نمی باشه. یک نفر پابرهنه این میاد صحابه پیغمبر خدا را انتقاد میکنه که این اشتباه کرد، این اشتباه کرد،
خلافت و ملوکیت نوشته میکنه به نام ابوالاعلی مودودی و امروزه شده دانشمند امت اسلامی. به او هم لقب میدن یا میگن که اهل السنت والجماعت. حاشا و کلا، کسی که 4 یار کبار را اندک شبهه داشته باشه در عزت و عظمت ایشان، او اهل سنت والجماعت شده نمیتونه. و همچنین الصلاة خلف الامامین، پیغمبر خدا علیه السلام فرموده که صلوا خلف کل بر و فاجر. اگر امام عادل می باشه بازم پشت سر او نماز بخوان، اگر فاسق می باشه باز هم پشت سر او نماز بخوان، در صورتی که فسق او اینطور علنی نباشه. اگر فسق او علنی بود کوشش میکنه که با پشت سر یک شخص دیندار متعهد و صاحب معنای نماز بخوانی، لیکن اگر برابر شدی بخوان دیگه. از ای که یکه و تنها بخوانی نمازه به مو پشت سر امام فاسق هم که اگر دین فروشه اگر وطن فروشه باز هم پشت سر او بخوان. الصلاة خلف الامامین، این همون روش خود حضرات اهل سنت و جماعت. حضرت عثمان غنی فرمود با ای که محاصره عثمان غنی، بعض وقتا مثلا درس میگم که اگر ما و شما به جای حضرت عثمان غنی تو فرض میکردیم میگفتیم اینا کافرم ملعونه، اینا را بکشید و بالکل اینا را امان ندید، پشت سر اینا نماز نخوانید. عثمان غنی چی میفرماید؟ چند نفر میآید از صحابه مبارکی، چند روزه که شما محاصرید نمیآید به مسجد النبی علیه السلام و نمیگذارن شما را، امام اهل بغی ما را نماز میده، دل ما هم نمیگه. میفرماید که تا هنگامی که کار خوب انجام بده او را تحسین کنید، هنگامی که کار زشت انجام میده باز زشتی از او را اتباع نکنید. و نماز بهترین کار دینه، پس بخوانید نماز پشت سر آنها. نمیفرماید چون بر علیه ما بغاوت کرد، بر علیه ما چنین و چنان کرد پس شما نخوانید و چنین و چنان کنید. الصلاة خلف الامامین. و همین گونه الصلاة علی الفریقین، بر دو گروه. مسلمان باشه بگه لا اله الا الله محمد رسول الله، بر او نماز جنازه خوانده میشه، بر او نماز جنازه خوانده میشه. ها گاهی اوقات زجرن امام بزرگ بر او نمیخوانه. کسی که در مقابل حکومت عدل اسلامی سر بغاوت بالا کرده باشه و کشته شده باشه بر او نماز جنازه خوانده نمیشه، نه به خاطری که مسلمان نیه، مسلمان هست اما به خاطری که درس عبرت و دیگران باشه، زجر باشه نسبت به این شخص، افراد دیگه به این طرف نرن. پس همونطوری که خلف کل بر و فاجر نماز خوانده میشه، علا کل بر و فاجر هم مسلمانه، حق اسلامی او همیه که بر او نماز جنازه خوانده باشه. حالا هر کاری که مرتکب بوده دیگه او مفوض الی الله می باشه که خداوند تبارک و تعالی درباره او چی حکم میکنه، او کار خداه. وظیفه اسلامی من و تو همینه که بر او نماز جنازه بخونه. صلاة علی الفریقین، اینا را ابن عباس رضی الله عنهما بیان میفرماید. ترک الخروج علی الامامین، اگر پادشاه عادل بود، پادشاه مؤمن و مسلمان کامل بود، یعنی به شریعت عمل میکرد، شریعت اجرا میکرد، خروج بر او بغاوته، حرامه، شخص مرتکب گناه کبیره شده، پس خروج و طغیان، اسلحه کشیدن بر او، مقابله با او کردن حرام. اگر امام فاسق هم باشه باز هم بر او خروج صورت نگیرد تا هنگامی که کفر بواه از او صادر نمیشه، تا هنگامی که کلمه کفر نمیگن بر او خروج باید نشه. این عقیده اهل سنت والجماعت.
مسلک اهل سنت والجماعت. ها این که نفر فاسق میشه، کارهای فسق میکنه، مرتکب اعمال زشت میشه برخلاف شریعت، به مرحله اخیر مستحقیه که او را عزل بکنن همو اهل حل و عقد، همو پارلمانه که امروزه می باشه اگر صلاحیت داشته باشه، که در دیگه جاها خیلی صلاحیت دارن، لیکن گپ به سر افغانستانه که همو اهل حل و عقد در صورتی که ببینه که امام از جایگاه شرعی بیرون شده میره، با زنا و شرب خمر و فسق و فجور ای آغشته شده، او را اهل حل و عقد بیرون بکنن که ای از این بعد صلاحیت امامت بر مسلمان ها را نداره. در عین حال فقها میفرمایند اگر همینطور شخص امیر مسلمان ها شد، اولا همینطور شخص نباید بگمارن، هر کسی که میگماره او را و امروزه به او رأی میده او گناهکاره. هر جرم و جنایتی که او انجام میده یک سیئه به این نوشته میشه، زیرا تو را رأی دادی، تو را پشتیبانی کردی، تو را تقویه کردی. اگر رأی تو نمی بود، از این نمی بود، از دیگری نمی بود، او به این مقام و به این منصب نمی رسید. خب لیکن در عین حال اگر ممکنه که خیلی زود کلک او کنده بشه، مثل این حکومت‌های نظامی، کودتاهای نظامی که هیچ فتنه به امت مسلمه نرسه، با مسلمان ها دربدری زیاد نرسه، خب کلک او را بکنن، او را بیرون بکنن به هر طریقی که میشه. اما اگر موضوع خروج بر این فاسق یک فتنه بس عظیم میشد که توان مردم نیه، او اسلحه به دسته، او صاحب توپ و تانگ و تفنگ و تیاره می باشه، مردم و رعیت که هست کار کرده نمیتونن، پس ترک الخروج علیهم، بر ایشان طغیان نشه. شما اعمال عبادی خود انجام بدید، او اگر فسق و فجور میکنه باز خداوند تبارک و تعالی از او میپرسه، هر کس به اندازه مسئولیت او مورد مؤاخذه قرار میگیره. به می ترتیب المسح علی الخفین، مسح بر موزه، این یکی از خود مسلک حضرات و همچنین عملکرد اهل سنت والجماعت. بعضی چیزها هست اعتقادی که در دل نهفته، بعضی چیزها هست عملی که از کجا بشناسیم که این نفر سر و صورت او، این نفر حقیقت او اهل سنت والجماعت؟ از مسح بر خفین. اهل تشیع مسح بر خفین قبول ندارند، خوارج مسح بر خفین قبول نداره و مسح بر خفین نمیکنه. پس معلومه دیگه چند نفر که استاد بکنیم این نفر موضوع داره، پس از اون دور معلوم میشه که این اهل سنت والجماعت. او نفرهای دیگه هم از چهره شناخته میشه و هم از عملکرد شناخته میشه که اهل سنت والجماعت نمی باشه. چرا؟ بخاطری که انکار میکنه، مسح موزه، مسح بر موزه قبول نداره و در او یک نوع تعویل میکنه. یکی از خود امور ظاهری اهل سنت والجماعت می باشه. و همچنین امساک عن الشهادتین، بغیر از پیغمبرها علیهم الصلاة والسلام و بغیر از او کسانی که پیغمبر در حق او شهادت داده که ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبیر فی الجنه، ابو عبیده فی الجنه، عبدالرحمن بن عوف فی الجنه و سعید بن عمرو بن نفیل رضی الله عنه، عشره مبشره فی الجنه. یا ای که در نسبت به بعض زنها میفرماید من سره ان ینظر الی امرأة من اهل الجنه فلینظر الیها فلینکحها. پس نسبت به او کسی که پیغمبر در حق او شهادت داده که او در جنت می باشه، بغیر از این اشخاص
یعنی پیغمبرها و او کسانی که شهادت مستقیم پیغمبرها بر جنتی بودن او است نسبت به دیگر کس امساک میکنیم عن شهادتین. نه شهادت میدیم به که انه فی الجنه، نه شهادت میدیم به که انه فی النار، اگرچه که به نظر ما تو فاسق ترین افراد باشه، اگرچه که به نظر ما تو صالح ترین افراد باشه. ما از حقیقت امر چی خبر؟ درست نماز میخواند، روزه میگیری، فلان میکرد، لیکن حقیقت امر الله. این دزدی میکرد، زنا میکرد، فلان میکرد، لیکن حقیقت امر الله. خداوند به قلب مینگره، قلب پیش خداوند تبارک و تعالی اعتبار خاص داره. ها گمان غالب میکنیم که انشاءالله همینطوری که ما میدیدیم آدم خوبی بود، انشاءالله این جنتیه. اما ای که 100% بگیم این جنتیه. ام شریک رضی الله تعالی عنها، حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه برادر رضایی پیغمبر خدا علیه السلام، کسی که در جاهلیت هم شراب نخورده، در جاهلیت هم زنای مرتکب نشده، اینطور شخصیت وارسته و والای وفات میکنه در مدینه منوره. اینا به خانه ام شریکن و بعداً وفات که میکنه اولین متوفای مهاجرین عثمان ابن مزعون رضی الله عنه میباشه. همین که او را میخوان به قبر بسپارن میفرماید که اشهد علیک انک من اهل الجنه، من شهادت میدم که تو از اهل جنتی. همین زن میفرماید چرا نماز او را دیده، این گریه ها و زاری های او را دیده. پیغمبر چی میفرماید؟ تو چی خبر داری که از اهل جنته؟ به پیش پیغمبر ای تو ادعای کردن بر یک کسی، تو چی خبر داری؟ مقصود اینیه که این شخص و عثمان ابن مزعون را، برادر رضایی خود را نشناسه پیغمبر خدا، نه زجره که اینطور گپهای کته و کرانه که از فهم ما و تو بالاتر او به اراده پروردگار تعلق داره، این چیز نگه. پس شهادت قطعی دادن به که این نفر میره حتما به جهنم ایتا نشه، بلکه در حدیث مبارک میاد پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که اگر یک کس قسم بخوره بر یک فرد از مسلمان ها که این با خدا قسم میره به جهنم، خداوند در عوض همین نفر اگرچه که زناکار و فلانه همین قسم خورنده را میبره به جهنم، که تو بس بر من حتمی کرده باشید قسم با خدا که این میره به جهنم، با این حتم و با این جزم گفتن و گویه که حتمی کردی بر خدا، حالان که او رحمت خدا جدایه، او مغفرت خداوند تبارک و تعالی یک اقیانوس بیکرانیه که به هیچ عقل کس رو جور در نمیاد. پس حسن ظن میکنه. همین سلف صالحین رحمهم الله قدس الله سرهم العزیز و زندگی آنها سرمشق زندگی ما و شما، اما ای که جزم بشه به طور یقین بود بگیم که این چنین و چنان است، نه در حق فاجر نه در حق صالح. این تو شهادت کامل و شهادت یقینی و اخبار یقینی اهل سنت والجماعت رحمهم الله میفرماید که داده نشه و نمیتونیم هم بدیم. قول به تقدیرین خیر و شر من الله تعالی. خیر و شر همگی از جانب خدا، پیشتر هم بیان کردیم. نسبت به خدا شر نیه هیچ چیز، نسبت به محکوم علیه شر. حکم خدا همیش حکیمانه و عادلانه می باشد. مثل یک قاضی عادله که حکم بکنه بر یکی به نفع و بر یکی به ضرر، و حکم عادلانه به نفعی به خیری تمام میشه، به شر او تمام میشه، نه که حکم شر باشه، نه، حکم از جانب حاکم شر شده نمیتونه. پس خیر و شر همگی از جانب پروردگاره. مجوسیت در اسلام و عقیده اهل سنت والجماعت راه نداره که خیر از یزدان باشه و شر از اهرمن باشه. ها گاهی اوقات
چنانچه که در درس‌های گذشته بیان کرده بودیم این هست که چون کاسب شر ما و شماییم با ما نسبت میشه. کاسب شر ما و شماییم، نتیجه ها و عواقبی که بر کارها مرتب میشه با ما و شما نسبت میشه. اما خالق شر هم خداوند تبارک و تعالی، تقدیر کننده شر هم مانند خیر خداوند تبارک و تعالی میباشه. تعظیم القبلتین، یهودیت و نصرانیت و فلان در عقیده اهل سنت و الجماعت هیچ راه نداره. ما به قبله حضرات انبیا علیهم الصلاة و السلام اعتقاد داریم، ایمان و باور داریم که بیت المقدس قبله انبیا بوده، باز قبله پیغمبر آخر الزمان علیه الصلاة و السلام هم خوب بوده. او جایگاه عظیم و شأن خود داره. و بیت الله الحرام ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین فیه آیات بینات و مقام ابراهیم، فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. او خانه که ابراهیم امام الانبیا بنا کرد، بلکه اولین خانه در روی زمین او خانه کعبه باشه. پس به هر دو قبله احترام حضور و اعتقاد به او داشتن یکی از خصوصیت های اهل سنت و الجماعت. چی که از خصوصیت مسلمان طایفه می باشه ای که بگیم او قبله بنی اسرائیل ما به او کار نداریم، این قبله فلانه پس ما ای را مدار اعتبار کنیم قبله ما مسلمان های این معظمه از او کرده فلان. نه، هر دو به نزد ما و شما مدار احترام ها. ولله المشرق و المغرب. خداوند هر طرف را که بفرمایه صاحب جهت ها پروردگاره، هر طرف را که جلال و جمال پروردگار به او طرف بیشتر نزول بکنه، صاحب برکات بیشتر باشه، خداوند که بفرمایه به او طرف ما هم به او طرف سلمنا و امنا میگیم. و به همین ترتیب بعض دیگه از خود مسلک های حضرات علمای اهل سنت و الجماعه که مثل لا واجب علی الله، مثل کف اللسان عما جرى بین الصحابه، که او مشکلاتی که به ظاهر در ما بین صحابه به وجود آمده، اگر جار و جنجال های انسان دیگه، اگر جنگ های او به وجود آمده، زمان خود را از او بستن، اینا مسائلیه. و همچنین کرامت اولیاء الله بعد از وفات و در حین حیات، این چیزهایی که اهل سنت و الجماعت به اینا هم معتقد میباشند که تفصیل او در جلسه آینده انشاءالله با عنوان حسن اختتام بیان میشه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.